سالهای زیادی است که به توما فکر کردم، اما در پرتو این تفکرات است که برای نخستین بار او را به روشنی مشاهده می کنم. او را می بینم که جلوی یکی از پنجره های آپارتمانش ایستاده، چشمانش را به آن سوی حیاط و به دیوار ساختمان مقابل دوخته و نمی داند چه کند. توما تقریباً 3 هفته پیش در یکی از شهرهای کوچک بوهم با ترزا آشنا شده بود و حدود 1 ساعتی را با هم گذرانده بودند. سپس ترزا او را تا ایستگاه راه آهن همراهی کرد و تا لحظه سوار شدن به قطار منتظر ماند. ترزا 10 روز پس از آن برای دیدن او به پراگ رفت و همان روز در کنار هم آرمیدند. شب ترزا به شدت تب کرد و مجبور شد 1 هفته با حال بیماری در خانه او بماند. توما نسبت به دختری که تازه با او آشنا شده بود دلبستگی شدیدی حس می‌کرد. این دختر به نظرش کودکی می‌مانست که او را در درون سبدی نهاده و بر آب رودخانه رهایش کرده باشند و وی سبد را در کنار تخت خود عذاب گرفته باشد. ترزا 1 هفته در خانه او ماند و پس از بهبودی به شهر خود در 200 کیلومتری پراگ بازگشت و اینجاست لحظه‌ای که از آن سخن می‌گوییم و اینجاست که راز و رمز زندگی توما را می‌بینیم. او در برابر پنجره ایستاده و چشمانش را به آن سوی حیاط و به دیوار ساختمان مقابل دوخته و فکر می‌کند. آیا باید به او پیشنهاد کند که به پراگ بیاید و نزد وی بماند؟ مسئولیت این کار هراسانش می‌سازد. مطمئناً اگر ترزا را به خانه‌اش دعوت کند، او مشتاقانه می‌آید و همه زندگیش را وقف او می‌کند. آیا باید از این فکر منصرف شود؟ در این صورت ترزا همچنان پیش خدمت یک آبجو فروشی در شهرستانی کوچک باقی خواهد ماند و هرگز او را باز نخواهد دید. آیا براستی مایل است ترزا به او ملحق شود؟ آری یا نه؟ توما به داخل حیاط نگاه می کند و در حالی که چشمانش را به دیوار ساختمان مقابل دوخته دنبال پاسخ می گردد. دمادم تصویر این زن را در حال خواب در اتاق خود مجسم می کند و به یاد می آورد که هیچ کس در زندگی گذشته‌اش شبیه او نبوده است. ترزا نه یک معشوقه بود و نه یک همسر. او کودکی بود که توما از یک سبد سمغ‌اندود بیرون آورده و روی تخت خواب خود گذاشته بود. حال او در خواب بود. توما نزدیک وی زانو زد، نفس تبالودش تندتر می‌زد و ناله ضعیفی به گوش توما رسید. صورت خود را به صورت ترزا فشرد و در حال خواب برایش کلمات آرام بخش نجوا کرد. در ظرف 1 ثانیه به نظرش رسید که ترزا آرامتر نفس می‌زند و صورتش به خودی خود به طرف صورت او کشیده می شود. توما بوی گس تب را احساس می کرد و مثل اینکه بخواهد خود را از صفای تن او اشباع کند، آن را استنشاق می کرد. آنگاه توما پنداشت ترزا سالهای زیادی در خانه او بوده و اکنون در حال مرگ است. ناگهان به نظرش رسید که پس از مرگ ترزا او نیز مسلماً زنده نمی‌ماند. پس باید در کنارش دراز بکشد و با او بمیرد. مشتاقانه صورت خود را در کنار صورت ترزا در بالش فرو برد و زمانی دراز بدین حالت باقی ماند. اکنون توما جلوی پنجره ایستاده و این لحظه را به خاطر می آورد و از خود می پرسد
چه چیزی جز عشق بدین گونه می آید و خود را می شناساند. توما یقین کرده بود که می خواهد در کنار ترزا بمیرد، چون این احساسی به روشنی زیاد از حد بود. او ترزا را فقط 2 بار دیده بود. آیا این احساس نوعی واکنش عصبی و هیستریک مردی نبود که آگاه از ناشایستگی خود در دوست داشتن کمدی عشق را با خود بازی می کرد؟ و در این حال برای بازی در این کمدی شایستگی او آنقدر ناچیز بود که یک پیشخدمت حقیر شهرستانی را انتخاب کرده بود که عملاً هیچ بختی برای ورود به زندگیش نداشت. توما به دیوار کثیف حیاط نگاه می کرد و نمی دانست که این حال احساس عصبی زودگذری است یا عشق، و در این شرایط که یک مرد واقعی می داند چگونه سریعاً تصمیم بگیرد، توما از شک و دودلی خود شرمسار بود. این تردید زیباترین لحظه عمرش را از هر معنایی تهی می ساخت. توما خود را سخت سرزنش می کرد، اما سرانجام دریافت که شک و تردید امری کاملا طبیعی است. آدمی هرگز از آنچه باید بخواهد آگاهی ندارد، زیرا زندگی یک بار بیش نیست و نمیتوان آن را با زندگی‌های گذشته مقایسه کرد و یا در آینده تصحیح نمود. با ترزا بودن بهتر است یا تنها ماندن؟ هیچ وسیله‌ای برای تشخیص تصمیم درست وجود ندارد، زیرا هیچ مقایسه‌ای امکان پذیر نیست. در زندگی با همه چیز برای نخستین بار برخورد می‌کنیم، مانند هنرپیشه‌ای که بدون تمرین وارد صحنه شود. اما اگر اولین تمرین زندگی خود زندگی باشد، پس برای زندگی چه ارزشی میتوان قائل شد؟ این است که زندگی همیشه به یک طرح شباهت دارد. اما حتی طرح هم کلمه درستی نیست، زیرا طرح همیشه زمینه سازی برای آماده کردن یک تصویر است. اما طرحی که زندگی ماست، طرح هیچ چیز نیست، طرحی بدون تصویر است. توما این ضرب‌المثل آلمانی رو با خود زمزمه کرد: یک بار حساب نیست، یک بار چون هیچ است، فقط یک بار زندگی کردن مانند هرگز زندگی نکردن است. یک روز هنگام استراحت میان 2 عمل جراحی، پرستاری به توما اطلاع داد که او را با تلفن میخواهند. گوشی را که برداشت، صدای ترزا را شناخت. از ایستگاه راه آهن تلفن میکرد. توما خوشحال شد، اما متاسفانه آن شب گرفتار بود و ترزا را برای فردا شب به خانه‌اش دعوت کرد. اما به محض اینکه گوشی را گذاشت، خود را سرزنش کرد که چرا به ترزا نگفته بود فوراً بیاید. توما هنوز وقت داشت وعده ملاقات خود را برهم بزند. از خود پرسید در طی این 36 ساعت طولانی که به دیدارشان مانده، ترزا در پراگ چه خواهد کرد؟ دلش می‌خواست ماشینش را سوار شود و در خیابان‌های شهر دنبالش بگردد. ترزا شب روز بعد به خانه او آمد. یک کیف که به تسمه‌ای متصل بود به دوش داشت و خوش لباستر از دفعه پیش به نظر می رسید. آنا کارنیای تولستوی را در دست داشت. شاد و سرحال بود. کمی حالت جنجالی داشت و می‌کوشید وانمود کند که بر حسب تصادف و به دلیل وضع خاصی به آنجا آمده است. بنا به دلایل حرفه‌ای و شاید هم در جستجوی شغلی به پراگ آمده است. سپس آنها در کنار یکدیگر آرمیدند و به آن زودی پاسی از شب گذشته بود. توما پرسید که کجا اتاق گرفته است تا او را با ماشین برساند. ترزا با حالتی ناراحت پاسخ داد که می‌خواست مهمانخانه‌ای پیدا کند و به ناچار چمدانش را
در ایستگاه راه آهن امانت گذاشته است. روز پیش توما از آن واهمه داشت که اگر ترزا را به خانه‌اش دعوت کند، ترزا دعوتش را بپذیرد و همه زندگیش را تسلیم او کند. حالا با شنیدن اینکه چمدانش را در ایستگاه راه آهن به امانت سپرده، با خود گفت که ترزا تمام زندگیش را در این چمدان گذاشته تا به او واگذارد. با ترزا سوار اتومبیلش که در مقابل ساختمان پارک شده بود شد و به ایستگاه راه آهن رفتند و چمدان را که بزرگ و بی نهایت سنگین بود گرفتند و با هم به خانه برگشتند. چگونه توما توانست به این صورت تصمیم بگیرد، حالان که نزدیک به 15 روز تردید داشت و حتی خبری هم از خود به ترزا نداده بود؟ خودش هم از این جریان متعجب بود. او برخلاف اصول خود رفتار می کرد. 10 سال پیش زمانی که توما زن اولش را طلاق داد، جدایی را در فضایی شادمانه، همانطور که دیگران ازدواج خودشان را جشن می‌گیرند، تجربه کرده بود. آنگاه می‌دانست که برای زندگی در کنار یک زن، هر که باشد آفریده نشده است. او تنها به صورت مجرد می‌توانست حقیقتاً خودش باشد. بدین ترتیب با دقت بسیار می‌کوشید نظام زندگیش را به گونه‌ای تنظیم کند تا یک زن هرگز نتواند با چمدانی به خانه او بیاید و در آنجا سکنا گزیند. به همین دلیل هم فقط یک تخت خواب در خانه داشت. توما صبح وقتی بیدار شد دید ترزا که هنوز خواب بود دست او را در دست دارد. آیا تمام شب این چنین دست یکدیگر را گرفته بودند؟ به نظرش این امر به سختی باور کردنی می‌نمود. ترزا در خواب عمیقا نفس می‌کشید و دست او را محکم در دست خود داشت. توما نمی‌توانست دست خود را از دست ترزا بیرون بکشد و چمدان بی‌نهایت سنگین نیز در کنار تخت خواب بود. از ترس بیدار شدن ترزا جرأت نمی‌کرد دستش را از دست او بیرون آورد. با احتیاط زیاد به پهلو چرخید تا بتواند او را با خیال راحت تماشا کند. یک بار دیگر توما با خود گفت که ترزا کودکی است که او را در سبدی سمق اندود گذاشته و روی آب رها کردند. آیا میتوان گذاشت سبدی که کودکی در آن پناه گرفته است در آبهای متلاطم رودخانه غرق شود؟ اگر دختر فرعون سبد موسی خردسال را از آب نگرفته بود، عهد عتیق و تمام تمدن ما وجود نمی داشت. در آغاز بسیاری از افسانه‌های کهن کسی کودک رها شده را نجات می دهد. توما آنگاه فهمید که استعاره چیز خطرناکی است. با استعاره نمی شود شوخی کرد. عشق از یک استعاره آفریده تواند شد.